روباهی که جزایش را دید. بوده است نبوده است، یک روباه بوده است. کاروباری وی دزدی بوده است. رفته رفته روباه پیر شده است. دیگر دزدی کردن نمیتوانسته است و فریب و حیله را پیشه گرفته است. یک روز سحری بر وقت خسته به دست عصا گرفته به قشلاق آمده است. آمده دیده است که یک خروس در سر دیوار قو 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 کنان آدمان را بیدار می کند. خروس روباه را دیده گفته است: قوت قوت قوت، ای روباه مکار، عصا به دست گرفته خود را به پیری زده ای، میخواهی که جاندارکی را داشته خوری. ای خروس این طور نگو، گفته است روباه. من در حقیقت پیر شدم، توبه کردم، دیگر یگان جاندار را آزار نمیدهم. باغی دارم مثل بوستان، تاکزار و میوه‌زار، ارزن و گندم پخته ریخته خواب رفته است. باز به من چی در کار؟ روباه: همین گپت راست؟ پرسیده است خروس. البته راست، جواب داده است روباه. نخود که من در این پیری که یک پایم به لب گور رسیده است گپی دروغ گویم. خروس به گپ روباه باور کرده گفته است: ای خروس، ای روباه، مرا به باغت نمیبری که کمی تماشا کنم و گندم خورم و شکمم را نغزکک سیر کنم؟ برای چی نمیبرم؟ میبرم، گفته است روباه. خروس از سر دیوار فرآمده همراه روباه رفته است. رفته ایستاده بودند که یک مرغ از پیش برآمده است و قوت 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 گویان پریده به شاخ درخت نشسته است. ای روباه شیطانی، گفته است، خروس را فریب کرده خوردنی برده ایستاده ای. روباه دم نزده است و خروس گفته است: ای مرغ این طور نگوی، روباه پیر شده است، توبه کرده است، دیگر یگان جاندار را آزار نمیدهد. وی باغی دارد مثل بوستان، تاکزار و میوه‌زار، ارزن و گندم پخته ریخته خواب کرده است. ما به باغ وی میرویم. روباه: همین گپ راست است؟ پرسیده است مرغ. البته راست، جواب داده است روباه. نخود که تو به گپ خویشت باور نکنی. مرغ فکر کرده است و گفته است: مرا همراه نمیبرید؟ چرا نمیبریم؟ میبریم، گفتند روباه و خروس. هر سه رفته ایستاده بودند که یک بدانه فیری کرده از پیششان پریده است و به سر یک تیپچه نشسته گفته است: وی روباه شیطانی، خروس و مرغ را فریب کرده خوردنی برده ایستاده ای. خروس روباه چیزی نگفتند و مرغ گفته است: ای بدانه این طور نگوی، روباه پیر شده است، توبه کرده است که دیگر یگان جاندار را عذاب و آزار نمیدهد. وی باغی دارد مثل بوستان، تاکزار و میوه‌زار، ارزن و گندم پخته ریخته خوابیده است. ما حالا به باغ وی میرویم. ای روباه همین گپ راست است؟ پرسیده است بدانه. البته راست است، گفته است روباه. نخواه که تو گپ آشناهایت را باور نکنی. بدانه فکر کرده است و گفته است: مرا همراه نمیبرید؟ من هم تماشا کنم و یک بارکک سیری ارزن خورم. مگر نمیبریم؟ بیا میرویم، گفتند روباه، خروس و مرغ. 4 تا شده رفتن گرفتند. خیلی راه رفتند. بعد روباه گفته است: من پیر مانده شدم. یک وقتها در همین نزدیکی یک خانچه داشتم. روم کمی دم گیریم. خروس و مرغ بدانه راضی شدند. از پشت روباه رفتند. روباه آنها را به لب غار آورده گفته است: کنی مرحبت، درایتان مهمانان عزیز. اول شما درآیید، شما از ما کلانترید، گفته است خروس. نه نه، گفته است روباه، این خانه من، شمایان مهمانید، اول شمایان درایتان. خروس و مرغ بدانه به غار در آمدند. روباه در دهان غار نشسته بوده است. خروس گفته است: کنی خروس یگان حکایه گوش کنیم؟ من حکایه را نمیدانم، شما گویید که سال خورده دنیا دیده هستید و بسیار چیز میدانید، گفته است خروس. حکایه را که ندانی، گفته است روباه، برای چه هر سحر قو قو گویان آدمان را بیدار میکنی؟ برای این کاری ناسواب تو میدانی چی جزا میبینی؟ چی جزا؟ پرسیده است خروس ترسیده و لرزیده. جزای تو مردن است، گفته است روباه. ثانی روباه به مرغ را آورده گفته است: ای مرغ یگان حکایه گوش کنیم؟ من حکایه را از کجا میدانم؟ ترسان و لرزان گفته است مرغ. شما گویید که زیرک و دانشمند هستید، حکایه را که ندانی، گفته است روباه. برای چه هر وقت که تخم سایی تمام آوازت را سر داده قوت 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 کنان گوش آدمان را کر میکنی؟ جزای من هم مردن بوده است یا؟ از جانش امیدش را کنده گفته است مرغ.
ҳа мурдан, ҷавоб додааст рӯбоҳ. Баъд рӯбоҳ ба тарафи Бедона рӯ оварда гуфтааст: ту ҳам айбдор ҳастӣ Бедона. Не, гуфтааст Бедона, ман як ҷуфт шоҳид дорам. Онҳо тасдиқ мекунанд, ки ман бегуноҳ ҳастам. рӯбоҳ фикр кардааст, ки агар ин раваду боз як ҷуфт Бедона гирифта орад, сайдаш 5 то мешавад. 2-3 рӯз кайф карда хӯрда мегардад. ҳамин хел фикр кардаасту рав як ҷуфт гувоҳатро биёр, гуфта Бедонаро сар додааст. Бедона фирӣ карда аз ғор парида рафтаасту дар беша мардеро дидааст, ки саги тозӣ пешпеши шикор карда гаштааст. Бедона пеши тозӣ рафта нишастааст. Тозӣ ӯро мегирам гуфтааст, ки парида он тарафтар нишастааст. Тозӣ тохта омада боз мегирам гуфтааст, ки вай боз он тарафтар рафта нишастааст. ҳамин хел карда Бедона сагро ба лаби ғор овардааст. Тозӣ бӯй гирифта фаҳмидааст, ки дар ғор ҷондоре ҳаст. вай ба ғор зада даромадааст ва рӯбоҳро дошта баровардааст. ана ҷуфти гувоҳам ҳамин, гуфтааст Бедона шодикунон. Ташаккур Бедонаҷон, ҷони моро аз ин маккор халос кардӣ, гуфта хурусу мурғ баромада ба деҳа рафтаанд. Тозӣ бошад рӯбоҳро ин тараф он тараф кашола кардааст. ҳамин хел вай кашола карда рӯбоҳро нағзакак ҷазо додааст.